به نام خدا و سلام خدمت دوستان عزیز، دوستانی که پیج پارسیان صنعت خودرو رو دنبال میکنن و دوستانی هم که دنبال یه دوره برای گذروندن تعمیرات ECU هستن. تو این قسمت به شما معرفی میکنیم دوره‌ای که ما هر ماه داریم برگزار میکنیم توی تعمیرات ECU و ابتدا از تعداد روزاش من برای شما میگم که 10 روز تئوری داره و 6 روز عملی، یعنی جمعاً 16 روز دوره داریم. هر روز پشت سر همه و ساعتاش اینه که 10 صبح تا 6 بعد از ظهر، که هر یک ساعت یه بار شما آنتراک دارید و یک ساعت خورده هم ناهاری، یعنی به عبارتی خیلی پیوسته پشت سر هم و فشرده اذیت کننده نیست. و من اینجا از سرفصلامون برای شما میگم ابتدا از الکترونیک پایه شروع میکنیم. حالا چرا اصلا از الکترونیک پایه شروع میکنیم؟ به این دلیل که اکثر افرادی که تشریف میارن اینجا یا تماس میگیرن به عبارتی صفر هستن، یعنی 0 کیلومتر هستن و تازه میخوان وارد دنیای تعمیرات ECU بشن. به خاطر همین ما به این نتیجه رسیدیم که باید از پایه بگیم و ابتدای کارمون الکترونیک پایه است. تو الکترونیک پایه چه مباحثی گفته میشه؟ همونجور که مشاهده میکنید یه سری سرفصل‌ها من برای شما اینجا نوشتم، یادداشت کردم و بقیه چیزاش هم که توی ادامه کار متوجهشون میشید. توی الکترونیک پایه کلا ما بحث اینو میکنیم که شما رو با دنیای الکترونیک آشنا میکنیم. دنیای الکترونیک چی هست؟ اوم چیه؟ مقاومت چیه؟ برق، ولتاژ و تمام قطعاتی که روی برد استفاده میشه چیا هستن و چجوری کار میکنن، چجوری خراب میشن و اصلا وظایفشون چیه، چجوری حتی ساخته شدن، از موادی که ساخته میشن هم یه وقتایی سر کلاس ها بحث میشه. مورد بعدی، سرفصل بعدی، برق انژکتور خودرو. برق انژکتور خودرو به عبارتی یعنی همون سنسورها و عملگرها. توی هر ماشینی یه سری سنسورها هست که ما تماما اینجا همونجوری که مشاهده میکنید همه رو معرفی کردیم، از جمله حالا شمعای خودرو، بعد سنسورها و عملگرها، نمیدونم سنسور پتانسیوم، سنسور اکسیژن، دمای و همونجوری که مشاهده میکنید همه رو نوشتیم. تمامی سنسورها رو مورد بررسی قرار میدیم و اینکه چجوری خراب میشن، اگه خراب شدن چه مشکلاتی به وجود میاد و چجوری تستشون کنیم. نحوه تستشون اوهمی هست، بیزر هست و روش‌های مختلف. تمامی سنسورهایی که قابل چک کردن و وجود داره توی ماشین رو با همدیگه اینجا بررسی میکنیم. مورد بعدی، اینجا تازه آماده میشیم برای اینکه ورود پیدا کنیم به دنیای تعمیرات ECU. این دو تا سرفصل قبلی که من خدمتتون توضیح دادم صرفا برای این بود که بچه ها صفر بودن و ما اومدیم پایه رو چیدیم که یه مقدمه بزرگی بشه برای ورود به دنیای تعمیرات ECU. توی بازار کلاً 5 مدل ECU وجود داره، یعنی 5 تا مدل خانواده: ساژن، زیمنس، استد، ولو، بوش، که اینها یک سری زیر مجموعه دارن. به عنوان مثال بوش 797، 73، 72، SL96، S2000 و بقیه ECU ها که جدیدن توی آموزش های جدیدمون آپدیت شدیم. ECU های جدید چینی مثل ME7، ME17 تماما اینا رو اضافه کردیم به مباحثمون. توی این تعمیرات ECU هم سخت افزاری هم نرم افزاری کار میکنیم. سخت افزاری یعنی چی؟ به عنوان مثالی IC سوخته، یه مسیری قطع شده، شما اینو تستش میکنید. همونطور که توی الکترونیک پایه یاد گرفتید طریقه تست قطعات رو، IC ها رو، مقاومت ها رو، دیود ها رو اینجا تو سخت افزاری تست میکنید. جایی برق داشته باشه، جایی برق نداشته باشه، قطعی داشته باشه، IC سوخته باشه، میتونیم تعمیرش کنیم. قسمت نرم افزاریش یعنی چی؟ به عنوان مثال یه مثال عامیانه میزنم که براتون خیلی خوبتر جا بیفته. شما سوئیچ ماشین شما که کامپیوتریه، ماشین بنده که کامپیوتری روشن نمیکنه. چرا؟ به این دلیل که یک کد خاصی به صورت نرم افزاری دادن به ECU و اونو فیکسش کردن با اون تگ سوئیچ. این کار یعنی نرم افزاری. کارهای دیگه نرم افزاری هم زیاده، از جمله این که شما دانلود میزنید، یعنی دانلود با یه برنامه اضافه، یه برنامه رو اضافه کردید، به عنوان مثال یه آپشن اضافه کردید، شیشه بالا بر عقبتون هم برقی کردید. حالا شما کار نمی‌کنه، یه دانلود با شیشه بالا بر عقب برقی هم میزنید که اوکی باشه. و تمامی کارهایی که تو قسمت‌های سخت افزاری و نرم افزاری این ECU ها خانواده‌ای که گفتم خدمتتون توضیح میدیم. سرفصل بعدی
نقشه خوانی، ایموبیلایزر و اصلاح کیلومتر هستن که من اینا رو به صورت مختصر ستا رو با هم دیگه اینجا بهتون میگم. نقشه خوانی چی هست؟ شما برای اینکه کارتون راحت تر باشه خب نقشه خوانی قطعا لازم دارید. خیلی جاها به کار میاد، مثل سیمکشی ها، تست ها و ابیابی ها. به عنوان مثال یه مثال عامیانه میزنم. ماشینی میاد ریپ میزنه، شما اولین جایی که فکرتون میره طبق آموزشی که دیدید خب سنسور دریچه گازه، من بازش میکنم ببینم چطوریه. شما دستگاه میزنید هیچ عیبی نداره ولی ماشین خوب کار نمیکنه، شما بازش میکنی، روش تستش هم بلدی از قبل و به عنوان مثال حالا خود سنسور هم سالمه. بین سنسور و ECU سیمکشی وجود داره و دسته های سیمکشی به عبارت بگیم بهتره و شما باید بدونی پایه چند این سنسوری که شما دارید ارزیابی میکنید به پایه چند فلان آیسی یا پینوت ECU وصل میشه. باید بس نقشه خوانی رو اینجا با هم دیگه کار کنیم. بعد از اتمام نقشه خوانی ایموبیلایزر رو میگیم، چیزایی که مربوط به تعریف سوئیچ هست. به عنوان مثال شما یه سوئیچ دارید و دوست دارید یه سوئیچ یدک هم تعریف کنید، شاید به عبارت این گم شد جایی جامون، از این استفاده کنید. و یا نه کلا میخواید یه سوئیچ دارید و یه سوئیچ جدید تعریف کنید اون قبلیه بسوزه، یعنی دیگه استفاده نشه. و خیلی دوستان اصلا دوست دارن کلا سوئیچ نداشته باشن، یعنی سوئیچ کامپیوتری نداشته باشن، یعنی به عبارتی با یه سوئیچ ساده ماشیناشون روشن بشه. حالا به هر دلیلی که خودشون احساس میکنن، یکی میگه آقا من خیلی سوئیچ گم میکنم نمیتونم فلان نگه دارم، به عبارتی بی کدش میکنیم، مثل ماشین های قدیمی که دیگه کد نداشتن و با هر سوئیچی روشن میشدن. بعد از ایموبیلایزر اصلاح کیلومتر رو داریم، هم از پشت آمپر و هم از ECU. قبلا ها معمولا آموزشگاه ها و تعمیرکارها از پشت آمپر کم میکردن این کار رو، به عبارتی طرف ماشین رو میفروخت و دستگاه میزد، توی دستگاه زده 100,000 کیلومتر ولی توی پشت آمپر زده 40,000 کیلومتر. این نشون دهنده اینه که این ماشین کم شده. و چرا داره نشون میده این 100 و اون 40؟ فقط به خاطر اینکه از پشت آمپر کم شده، یعنی از ECU اون جایی که حافظه کیلومتر هم بوده کم نشده، که ما تو آموزشامون از دو طرف اینو داریم. و تو قسمت کیلومتر میخوام بهتون بگم که این آموزشی که در مورد کیلومتر میبینید شامل ماشین‌های ایرانی، چینی، هیوندا، کیا، نیسان، تویوتا و تمامی ماشین‌های خارجی میشه. تو قسمت قبلی هم فراموش کردم که بهتون میگم تو ایموبیلایزرها هم دقیقاً همینه. این آموزش که در مورد ایموبیلایزرها میبینید توی ماشین‌های خارجی هم صادق هست. و در آخر کار با دستگاه‌ها. شما تو این کار به یه سری دستگاه‌ها لازم دارید. به عنوان مثال دیاگ، تستر، پروگرامر، و شما باید کار با اینها رو یاد بگیرید. به عنوان مثال برای پارامتر خوانی و ابیابی از دیاگ استفاده میکنیم که شما طریق کار با دیاگ و آپشن هایی که داره و میتونید ازش استفاده کنید که کمکتون کنه ابیابی کنید رو اینجا آموزش میبینید. سرفصل بعدی مالتیپلکس است. مالتیپلکسی که ما اینجا توضیح میدیم توی این دوره مالتیپلکس فرانسه هستش. مولتیپلکس فرانسه یعنی چی؟ اصلا کلا یه توضیح در مورد مولتیپلکس به شما میدم، دوستانی که حالا نمیدونن مولتیپلکس چیه. مولتیپلکس به عبارتی سیستم شبکه است. خیلی عامیانه براتون توضیح بدم این که مولتیپلکس 206 فرانسوی 22500 متر سیمکشی داشته که 20,000 تاش حذف میشه و به جای این یک سری یونیت ها به اسم BSI کام 2000 BM34 استفاده میشه که به خاطر هر دستور سنسور و عملگر یک سیم رفت و برگشتی نداریم که موتور یا ماشین شلوغ بشه. از یه سری یونیت ها استفاده میشه. این یونیت ها تمام دستورها رو روی مدار قرار میدن و هر سنسور عملگر که چیزی لازم داره از روی مدار استفاده میکنه. تو همین قسمت مولتیپلکس فرانسه تایپ سویچ 206 فرانسه، حالا نحوه سنکرون سازی سویچ با ریموت و غیره هم به شما اینجا توضیح خواهیم داد. سپس اینجا 10 روز تئوری ما تموم میشه با تمام این سرفصل‌ها که خدمتتون عرض کردم و به دوره عملی میرسیم. دقیقاً توی دوره عملی تمام اون چیزایی که شما توی تئوری آموزش دیدید کار میکنید. به عنوان مثال روز اول مهارت در لاین‌کاری و کار کردن روی بردها و نحوه جاگذاری صحیح آیسی درایور و بافر
و غیره. چرا این کار رو میکنیم؟ خب شما تو قسمت سخت افزاری قرار بود که خب تعمیرات انجام بدید، آی سی سوخت عوض کنید، مسیر قطع وصل کنید، بس مستلزم اینه که کاملا لحیم کاری و کار کردن با هیتر هویه رو کامل بلد باشید. و تو قسمت نرم افزاری که خدمتتون توضیح دادم قرار بود که یه سری برنامه‌ریزی‌ها کنیم، یه سری کارا کنیم که دستگاهش هم پروگرامرها هستن. به خاطر همین اینجا هم یه سری راه‌های برنامه‌ریزی داریم، به عنوان مثال OBD، JTAG و پروگرام کردن که اینو کار میکنیم و کار با تستر یا که خدمتتون عرض کردم و تو عملی هم تکرار میکنیم. تست رله ها، تشریح برد، مسیریابی، باز نقشه خوانی رو روی برد کار میکنیم و معرفی دستگاه انژکتور شور 0 تا 100 کارکرد دستگاه انژکتور شور و نحوه کارش و شستشوی انژکتورها رو اینجا با هم دیگه کار میکنیم. بعد از دوره یا و همراه دوره ما یک سری جزوات، نقشه ها، فایل ها به بچه ها میدیم برای بهتر شدن کارشون. به عنوان مثال نقشه‌های چاپی. نقشه‌های چاپی از تمامی ایسی‌هایی که آموزش میدیم به شما، بش‌ها، ولوها، ساژم‌ها، تماما به شما نقشه ها رو میدیم به همراه دیتا شیت. به عنوان مثال شما روی یک برگه آسه انگار یک ایسیو رو دارید که برای شما شبیه سازی شده. شما میتونید از طریق نقشه خیلی راحت حدس بزنید کدوم آیسی جاش کجا، چه کاری انجام میده و غیره. و در کنار این نقشه های آسه یک سری جزوات حالا 70 صفحه‌ای، 60 صفحه‌ای، 50 صفحه‌ای که شامل جزء انژکتور میشه. برق انژکتور همون که خدمتتون گفتم تمام سنسورها رو معرفی کرده، با عکس جاهاشون رو گفته، نحوه تستاشون رو کاملا به شما گفته و بیا جزء دیگه هم در مورد ایسیو کامل به شما میدیم که این هم در مورد ایسیو خیلی کامل صحبت کرده. و در آخر فایل 8 گیگابایتی که شامل دامپ های انواع ایسیو، دامپ ایربگ، عکس رنگی که بسیار با کیفیت و زوم شده به شما کمک میکنه که توی تعمیرات خیلی بهتر عمل کنید، دیتا شیت های انواع آیسی و تمام اون چیزهایی که خدمتتون من اینجا یادداشت کردم. اینجا تمام کارهایی که ما گفتیم انجام شده و دوره به عبارتی به پایان رسیده. یه سری از دوستان احساس میکنن که این دوره براشون خوب جا نیفتاده و میان درخواست میکنن که ما میخوام یک بار دیگه سر کلاس بشینیم و آپدیت این کار و این تجدید دوره به صورت رایگان میباشه. حتی اگر بچه ها دوره ببینن، برن ماها بعد، سالها بعد بیان برای آپدیت، همون موقع هم برایشون رایگان تموم میشه. و یکی از موارد مهم شرکت ها که خیلی کم بهش توجه میشه و خیلی واقعا کاربردیه برای بچه‌ای که آموزش میدن، پشتیبانی پس از دوره است. خیلی آموزشو که میدن دیگه به فکر پشتیبانی نیستن، به فکر اون بازدهه نیستن، ولی ما پشتیبانی داریم از دوستان تا زمانی که توی این عرصه فعالیت میکنن. پشتیبانی چگونه است؟ یه جورش که گروه تلگرامی بچه‌ها عدن توش، بچه‌ها کیا هستن، تمام کسایی که اینجا آموزش دیدن توی گروه جمع هن و هر کسی به نحو فعالیت داره، یکی مغازه داره، یکی تو شرکت کار میکنه، یکی جاهای دیگه کار میکنه، با همدیگه اونجا جمع هن و همدیگه رو پشتیبانی میکنن و در عین حال تمامی اساتید اونجا حضور دارن. بچه‌ها تمامی سوالایی که میپرسن اگه خودشون تونستن که جواب میدن، پشتیبانی میکنن. در غیر این صورت اساتید حضور دارن. و ترفند بعدی اینه که تلفنی هستش. بچه‌ها خب به عبارت عامیانه بگم یه وقتایی تو مغازه مشتری بالا سرشونه، نمیتونن دیگه گروه تلگرامی حالا پیام بدن، منتظر باشن، سریعا تماس میگیرن و با اساتید در ارتباط هستن. و برای تمامی این آموزش یک مدرکی ما در نظر گرفتیم به عنوان مدرک QAL انگلیس که با اعتبار بین المللیه، به عبارتی دارای ریجیستر نامبر برای استعلام می باشه، یعنی قابل ترجمه. کار فنی حرفه‌ای رو داخل ایران میکنه، به عبارتی برای گرفتن جواز کسب، و کاری که فنی حرفه‌ای نمیتونه خارج از ایران کنه یعنی ویزای کار رو هم QAL برای شما انجام میده. و در آخر هم که شما رو آشنا میکنم با نحوه ثبت نام. میتونید با این شمارهایی که اینجا براتون زدیم
شماره داخل شرکت و شماره همراه کارشناس مربوطه، یا ثبت نام در سایت انجام بدید که بچه‌ها با شما تماس بگیرن، کاملا به شما توضیح بدن و در آخر فرستادن اطلاعات تماس